خب 7:30 صبح. خواستم بهتون بگم که ما 7:30 صبح چی کارا میکنیم. ما 7:30 صبح میایم پیاده روی 45 دقیقه بعد میایم ساعت 7:30 صبح. خواستم بدونیم که دکستر 7:30 صبح ما اول باید آقا رو بیاریم بیرون، بعد 40-45 دقیقه راه بریم. الان دیگه داریم برمیگردیم طرف خونه. ما اومدیم پیاده روی صبح، صدام در نمیاد. ساعت 7:30 خدایش هم سرد. خب ساعت 7:30 صبح، دیشب بارون اومده، سردم از خدایی. من جزو کسایی هم که پاییزو خیلی دوست دارم. دکستر میگه وای پدر ما رو در باید خونده. بله لبخند. اینجا پیاده خیلی خوشگله. به فیلپین افتادم اون هوا سرده. با اینجا منم دیده بشم. اینم ما دیدین؟ اینم ما. بیا خیلی خوشگل شده خیابونا. دکستر بشین پسرم بشین. آفرین بهت. خوش گذشت. بریم خونه دیگه ها. میریم خونه. آقا خوشم خونه رو برد. یعنی شما اگه راه رو کج کنی اشتباه بری میگه اشتباه زدی. خونه این بر بود. کجا داریم میری؟ رسیدیم به خونه. بیا دکستر بیا بریم تو. بیا از اون ور بهت آب میدم. بیا بریم خونه. دکستر بریم تو. هوام سرد خودش. میره اول آب بخوره، پاهاشو بشوریم. بودو بفرما داریم میریم خونه. بفرما برو تو. آفرین.